بسم الله الرحمن الرحيم. الهداية أمر من لديه وكل شيء يعود إليه. له الحمد على ما أنعم علينا سوابق النعم ولواحقها، وألهم إلينا حقائق الحكم ودقائقها. والصلاة على نبيه محمد محدد جهات العدالة وخاتم فص الرسالة، وعلى آله الواصلين وأصحابه الكاملين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظیم. حضار گرامی، علمای کرام، محاسن سفیدان، جوانان و نوجوانان و در مجموع همه کسانی که به خاطر ادا نمودن صلات واجبه عید سعید فطر در این مکان مقدس شرف حضور به هم رسانیده اید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حضار گرامی، قبل از این که به مطلوب پرداخته شود، صمیمانه ترین تبریکات و تمنیات خویش را به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، عید بخشش از گناهان، عید سربلندی و آزادگی، عید سعادت و فلاح و رستگاری برای تک تک امت مسلمه و مخصوصا برای شما حضار گرامی مبارکباد عرض میکنم. الله متعال طاعات و عبادات، صیام و قیامی که در طول ماه مبارک رمضان انجام دادیم مورد قبول و پذیرش خویش قرار بدهد. حضار گرامی، از این که فرصت ضیق است میخواهم کوتاه به مطلوب بپردازم. میخواهم پیرامونی پیامهای عید مختصرا خدمت شما صحبتی داشته باشم. بدون شک عید سعید فطر و همچنین عید سعید اضحی که دو تا جشن بزرگ ملت مسلمه می باشد، دارای ویژگی ها و پیام های خاصی برای جامعه بشری و انسانی هستند. اما می خواهم کوتاه و فشرده عرض کنم که پیام اساسی و خاصه عید سعید فطر پیامی وحدت و همبستگی، پیامی اخوت و برادری، پیامی صلح، پیامی همدیگر پذیری، پیامی همدیگر را به آغوش کشیدن دارد. اینجاست که آیه مبارکه را که خدمتتان تلاوت نمودم، در اینجا خداوند متعال فرمان صادر می کند برای جامعه بشری و انسانی که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بدون شک پیام این آیت مخصوص عید نیست، ولی اینجاست که در ماه مبارک رمضان یک انسان در طول 30 دهه این ماه، دهه رحمت، دهه مغفرت، دهه خلاصی از آتش سوزان جهنم، وقتی که عبادت پروردگار را به جا می آورد و مطابق فرمان خدا عمل می کند، از دهه رحمت استفاده می کند، از دهه مغفرت استفاده می کند، از دهه عتق از آتش جهنم و یا خلاصی از آتش جهنم استفاده می کند، عبادت پروردگار را به جا می آورد، به مثابه این که ویروس هایی که در طول 1 سال عارض این آدم گردیده
در این ماه مبارک و مقدس همه ویروس ها و مشکلات و پرازیت هایی که در جان این آدم به وجود آمده بود، قلب این آدم مملو از مشکلات و کینه ها بود، وجود و ظاهر این آدم مملو از انجام کارهای غیر مشروع و ناشایسته بود، اما در طول این ماه مبارک عبادت کرد، نیایش با پروردگار را برقرار کرد، رابطه مستقیم را در طول شبهای ارزشمند ماه مبارک رمضان با خالقش برقرار نمود و با آن تنها راز و نیاز کرد. آنچه که مشکلاتی در زندگی داشت حضور پروردگار پیش نمود. اینجاست که وقتی این قلب مؤمن پاک و عاری از گناهان گردید، پاک و خالی از کینه ها و عداوت ها گردید، پاک و خالی از بغض و دشمنی های لایعنی گردید، اینجاست که این آدم آماده می شود که پیام قرآن و پیام خدا در قلب این جا بگیرد. چون در طول یک سال اگر قلب این آدم مملو از خرافات بود، اما به اثر عبادت این مرد عبادتگر قلب آن صاف گردید، همان زنگ و همان سختی هایی که عارض قلب انسان گردیده بود در طول ماه مبارک رمضان از هم پاشید و دور رفت. بناهن این قلب زیبا، حافظه زیبا، ارکان و جوارح زیبایی که پروردگار به ما نصیب کرده، باید در این ماه مبارک رمضان، در این عید سعید فطر که عید جشن بندگی ما و شماست، باید ما قلب خود را از وحدت و همدیگر پذیری و اخوت و برادری مملو بسازیم. بناهن این پیام زیبای قرآن عظیم و شان ارتباط میگیرد به این که قلب ما نرم گردیده، سکون و آرامش برای قلب ما در ماه مبارک رمضان لله الحمد به وجود آمده. بناهن از سکون و آرامش قلبی من استفاده کنیم، محبت و همدیگر پذیری و اخوت را در قلب من جا دهیم. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. در جای دیگری خطاب برای پیامبر اکرم علیه السلام خداوند فرمودند ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. برای رسول معظم اسلام علیه السلام فرمان میدهد و اخبار میکند اگر در برابر اطرافیان و کسانی که با تو مشاورند و کسانی که با تو همکارند، معاونند، هم مسلکند، هم فکرند، هم مسیرند، اگر رویه تند، اگر رویه بد اخلاقی، اگر رویه زشت و نادرست را با آنها انجام بدهی، در نتیجه همین است که همه از اطراف تو پراگنده می شود. این حکمت آوردن وحدت و داشتن قلب پرمحبت است. خدای نخواسته اگر ما قلب ما همچنان مملو از کینه ها باشد، قلب ما همچنان مملو از کدورت ها باشد، همین عارضه و مشکل تکنیکی که برای پیامبر اکرم علیه السلام خداوند پیشکش کرده، همین مشکل نیز به ما عارض می شود. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر در برابر دوستان و نزدیکانت سخت دل باشی، اگر در برابر کسانی که مسئولیت زندگیشان به دست شماست اگر سخت دل باشیم، اخلاق نیک را با آنها در پیش نگیریم، تندخویی و تندسرشتی را با آنها برا بیاندازیم، همانطوری که در طول سال ما تندخو و بدخو بودیم، در ایام مبارک عید هم اگر چنین باشیم، در نتیجه ما انسانی ناموفق خواهیم گشت. سروران عزیز و گرامی، باید پیام زیبای عید سعید فطر که پیام باز کردن آغوش ها، پیام محبت ها، پیام همدیگر پذیری ها، پیام صلح
پیام وحدت است، فراموش نکنیم تا باشد ما از عیدی که جشن عبادت و بندگی ماست خوب تجلیل کنیم. اگر ما به پیام‌های عید توجه نداشته باشیم، اگر ما از پیام‌های عید در خواب غفلت فرو رفته باشیم، و ما لباس زیبا پوشیدن در کار نیست، و ما قلب زیبا در کار است، و ما قلب مملو از بندگی و عبادت در کار است، و ما قلب مملو از محبت و اخلاص در کار است. اگر قلوب ما اخلاص نداشته باشد، اگر قلوب ما مملو از کینه ها باشد، ظاهر من را هر قدر زیبا و مزین بسازیم برای ما افاده اعظمی نخواهد داد. بدین منظور کوشا باشیم که قلب من را زیبا بسازیم، قلب من را معطر و مطیب بسازیم، قلب من را از دواهایی که برای صحت قلب مفید است استفاده کنیم. آنچه که برای صحت قلب مفید است عبادت خدا، اخلاص و بندگی، محبت و همدیگر پذیری با مخلوقات الهی می باشد. بدین منظور من از این بیشتر وقت شما را نمیگیرم. پیام ویژه عید سعید فطر وحدت و همدیگر پذیری و اخوت می باشد. صاف کردن و تقدس سینه ها از بغض و عداوت ها می باشد. این را فراموش نکنید. در پناه و عصمت رب العالمین باشید.